سلام به همه. امروز قراره بریم به سال 1394 و ببینیم با پول یه آیفون 17 پرو مکس امروز اون موقع چه ماشین هایی میشد خرید. اول از همه بریم سراغ لوکس های اروپایی. تو سال 1394 اگه حدوداً 220 تا 280 میلیون پول داشتی میتونستی حسابی آقایی کنی. بنز سی 200 مدل 2010 تا 2012، ماشین دست دوم تمیز که هنوزم جذابه، حدود 220 تا 280 میلیون تومان. بنز 380 مدل 2012 تا 2013، صفر یا کم کار کرد، بین 230 تا 260 میلیون تومان. حتی بعضی وقتا با همین پول یه ای 200 مدل 2010 هم گیرت می اومد. بریم سراغ بی ام و. یه بی ام و ایکس وان حدوداً میشد با 240 میلیون خرید. بی ام و 320 نیمه فول هم حدوداً 240 تا 250 میلیون. یعنی الان با پول یه گوشی میتونستی سوار بنز یا بی ام و بشی. حالا بریم سراغ ژاپنی ها که همیشه به دوام و کیفیت معروف بودن. تویوتا کورولا مدل 2014 2015، صفر یا کم کار کرد، حدود 180 تا 220 میلیون تومان. تویوتا کمری مدل 2012 تا 2013، دست دوم تمیز، محبوب خانواده ها. تویوتا یاریس سدان یا هاچبک، 0 کیلومتر، حدود 140 تا 180 میلیون تومان. و حالا هوندا سیتی مدل 2014 2015، 0، حدوداً 160 تا 180 میلیون تومان. هوندا سیویس مدل 2013 2014، 0 یا کم کار کرد، 200 تا 240 میلیون تومان. یعنی انتخاب زیاد بود، از سدان‌های شهری تا ماشین‌های اسپورت خانوادگی. اما اگر اهل طراحی مدرن و آپشن زیاد بودی، کره بهترین انتخاب بود. سال 1394 واقعاً بازار دست هیوندا و کیا بود. هیوندا آی سی مدل 2014 2015، 0 کیلومتر، بین 180 تا 200 میلیون تومان. هیوندا النترا، 0، مدل 2014 2015، حدود 200 تا 230 میلیون تومان. و سلطان اون سالها هیوندا سوناتا ال اف مدل 2015، 0 کیلومتر، 240 تا 280 میلیون تومان. اما بریم سراغ رقیب مستقیم هیوندا، یعنی کیا کادنزا، فول مدل 2014، اون موقع حدود 237 میلیون تومان بود. یه سدان فول آپشن لوکس واقعی. کیا اپتیما مدل 2013 2014، حدود 144 تا 165 میلیون. هم زیبا بود هم محبوب. کیا اسپورتژ مدل 2013 2014، بسته به تیپ حدوداً 135 تا 167 میلیون. یه شاسی بلند جمع و جور و محبوب و خانوادگی. و آخرین مورد، کیا سراتو، بسته به سال و تیپ، بین 70 تا 180 میلیون تومان. یعنی با پول یه آیفون امروز اون موقع میشد یه سراتو 0 بگیری، تازه کلی پولم برات میموند. و برای اونه که دنبال برند خاص‌تر بودن، لکسوس هم انتخاب جذابی بود. لکسوس آیس 250 مدل 2010 2011، دست دوم سالمش رو میشد با همین قیمت ها پیدا کرد. یا حتی لکسوس ای اس 350 مدل 2010 2011 با کمی شانس پیدا میشد. اون موقع این ماشینا خاص و گرون حساب میشدن، اما باز با همین بودجه یه گوشی امروزی قابل خرید بودن. اینا نشون میده چقدر ارزش پول عوض شده، چقدر زمان میتونه همه چی رو تغییر بده. اگه از این سبک ویدیوها خوشت اومده حتما لایک کن، کامنت بذار و نظرت رو راجبش برام بنویس. ممنونم که ما رو سابسکرایب میکنید و برای ساخت ویدیوهای بهتر بهمون انرژی میدید.